قسمت 31 سریال صبر یکی از سریال های محبوب، جذاب و پرطرفدار افغانی. این سریال در کجا ساخته شده است، توسط چه افراد حمایت مالی شده است، حقایق و رازهای پشت پرده درباره زندگی تمامی بازیگران سریال صبر. سریال صبر تاکنون چه مقدار پول درآمد داشته است؟ سریال صبر در نقش مرکزی آن کیها نقش ایفا کرده است و توسط چه افراد پول و سرمایه این سریال جمع آوری می شود؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک شما دوستداران و همراهان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. سریال صبر یکی از سریال های محبوب، پرطرفدار، مشهور و مطرح در میان رسانه های افغانستان است. علاقه‌مندان و دوستداران خاص خودش را دارد. این سریال توانست در مدت خیلی کوتاهی در دلهای مردم افغانستان جایگاه رسانه‌ای خاصی برای خودش پیدا کند. علاقه‌مندان و دوستداران خوب خودش را دارد. هر قسمت سریال صبر بازدید میلیونی را در صفحات مجازی از آن خود کرده است. این سریال در کشور پاکستان ساخته شده است و در نقش مرکزی سریال صبر تمامی یوتیوبران مشهور افغان نقش ایفا کردند، از جمله رخسار و میوند، دو یوتیوبر مشهور افغان. سریال صبر دوستداران خوبی داشته است و برنامه‌های مختلف این سریال از طرف دوستداران و طرفدارانش حمایت گسترده شده است. سریال صبر در کشور پاکستان ساخته شده است ولی معلوم نیست توسط چه افراد حمایت مالی شده است. این همه در حالی است که این سریال جذاب اما روزه از طریق کانال یوتیوب رویا به نشر میرسد. شما هم اگر دوست دارید قسمت های جدید این سریال را بیننده باشید، پس سر بزنید به کانال یوتیوب رویا تا از قسمت های دیگر این سریال آگاه شوید. ممنون که تا اینم بیننده کانال دنیا اینفو بودید. اگر دوست دارید کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درودی دیگر، شما خوبان ارجمند کانال دنیا اینفو را بالای منان امانت گذاشته موفق کامیاب باشید.